Preview. درس رو آغاز میکنیم از ارزیابی وظیفه خانگی. بچه‌ها درسی گذشته وظیفه خانگی. ارتش ملی جمهوری تاجیکستان. قواعد ارتش جمهوری تاجیکستان. درسی گذشته به شما معلومات‌های زیاد و شعرهای زیاد گفته گذشته بودیم. کنید که به درس تیار است معلومات میدهد. کنید قواعد ارتش ملی و شعرها در وسیع وطن میخواند. مرحمت شما. 23 فوریه روان با بنیاد ارتش کیزاده استقلالت دولتی است. 30 سال پر می شود اولین حجتی که به تشکیلیابی ارتش اساس گشت. این فرمان رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان درباره تأسیس قوت‌های مسلح جمهوری تاجیکستان می‌باشد. وطن باشد به ما بس گنجی قیمت، فراغت در کنار آن غنیمت. به حفظ مرز و بومش جان عطا کن، اگر باشی تو فرزندی با همت. وطن نانی که در خان من و توست، وطن آینه آبی زلال است، وطن یک پاره وجدان من و توست. مثال شعر. وطن جانی که در جانی من و توست، وطن نانی که در خانی من و توست، وطن آینه آبی زلال است، وطن پاکی وجدانی من و توست. تو مادر گیریم تو بختیار، وطن هم جانی من هم جهانی من است، وطن هم باغ و هم بستانی من است. خدمتی تو را خود ادا کنیم، گر طلب کنی جان فدا از خطر تو را رها کنیم. آفرین. از محتوای شما وقت می‌آید که درس گذشته را قواعد ارتش ملی پوره از خود نمودید. اینا شناس می‌شویم با موضوع امروزه. موضوع امروزه ما مادر فرشته بود. شناس احترام مادران را به جا آورند، اندرس‌ها را در ستایش مادر از یاد دانند، به قدر زن مادر برسند، در وصف مادر شعرها قرائت کرده توانند. میان آوره سه حرف دیگر بمانی می شود آن نام مادر. اینا گوش میکنیم در ستایش زن مادر و با یک سرود در وصف مادر. مادر چه واژه‌ای عزیز و مقدس است برای هر یک انسان. وقتی که کس این کلمه رو به شنیدن روز مادر در کشور ما امری تصادفی نبوده، با سنت‌های قدیمی و عنعنه‌های نیک نیابانمون تکیه می‌کنند. محض مادران هستند که با قلب بزرگ و هستی خویش به این جهان صدق و صفا و مهر و وفا می‌بخشند. از این روجیک هزاران نفر فرزند فرزانه و با ننگ و ناموس و جسور و وطن دوست را به دنیا آورده در دامن خود و خلق و وطن راهنمایی کرده است.
مادر خوانندگان ما نیز در وصف ستایش مادر شعرها و سخنها ترانه‌ها از خود نمودند که حالا بهر شما پیشکش می‌نمایم. میسر بود راست گویم زیدهای جهان بهترین عید روزی مادر بود. مادر شما چراغ تابانی حیاتی من هستید. من برای شما زندگی میکنم و شما تمام آرزوهایتان را در من میبینید، چون که شما برای بقای رسانیدن ما بسیار زحمت کشیدید. مادرم ای مادری زحمت کشد، مونس و در بین آب و آتشت، بس که هستم با تو دائم سرفراز، آرزوی من به تو عمری دراز. مادر با یک نگاهی مهربانی گرم خود به صدی فرزند بودی. روز با دعایی تو از دری خانه بیرون میشدم، آن روز برایم با برار و پرثمر میشد. مادر بحر زندگیم و چراغ روزگارم بودی، مشکلی در روزگارم نبودی، زیرا در صورت مادر به خود مشکل کشا داشتم. مادر نوای بلبل آمد، یاد کردم اللهایت را، سری گوهر زیر لب سرودی خوشنوایت را. من آخر یاد کردم مادری جان، ادایت را نوایت را، هم مهر و وفایت را. مادر تربیتگری نسل هاست، سعادت زندگی در واژه های پاک و مقدس زن و مادر نهفته است. ایا مادر دل و جانم فدایت، همه خواهم ببوسم خاک پایت، زمین را سجدگاه بهر تو سازم، که یک بار دیگر گیرم دعایت. مادر با چنین قدرت و متاحت زیاد، احسان و جسورانه، مهر و صداقتی بیکنار که بزرگان عالم پیش سر فرو می آرند. دو چشم مادرم بیمار باشد، دلی او از بحر من بیدار باشد. خدایا مادر جانم نگهدار، که او را آرزو دیدار باشد. وقتی که تولدم مادرم به من شیر خوردن و تمام رو الله بیتا خوب رفتن رو به من جان میداد. در طفلی آنگاه زدن نمیتوانستم، مادرم به من سخن گفتن رو یاد میداد. ایا مادر کنین عیدت مبارک شود، در سال فیروزت مبارک، ز چشمی بد نگهبانت خدا باد بیارد، هر وقت روزت مبارک. پیش پای مادرم لیک این گوهری بود خود از عطای مادرم، گوهری جان را نثار خلق جان پرور کنم، تا شود حاصل مراد مدعای مادرم. زن علیه حسن پاک است که نسل آدمی را بر دنیا آورد و حیات عطا میکند. خودم با زبان آورد و آن در تمام زبان‌ها یک خلق آهنگ نوازی دارد. از دوای درد مادر باش فرزند، برای دایما تاج سر است. تو میدانم مادر جان، سیرشتی من نهایی من تو بودی، صفایی بامدادی من تو بودی. ایا مادر به آنسان به سوادی، نخستین اوستادی من تو بودی. مادران عزیز خوب میگوید که جهان زیر پای مادر است. هر قدر کوشش میکنید هم یک شب رنجتان را ادا کردن نمیتوانید و عمرش رو قرض داره. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکناری من توی مادر، توی مادر. در این دنیایی که بیرحمی و بی‌رحمی نیست، بنیادت یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. نزدیکترین انسان هستم، هر چی دارم تیارم برایش فدا سازم. مهربان در جهان دارم که نامش مادر است، قهرمان در جهان دارم که نامش مادر است. 100,000 نکته در وصفش اگر گویم کم از داستان در جهان دارم که نامش مادر است. ما در کنار مادر با عالم رنگین کودکانه به وایا میرسیم و از او درس آدمگری و تندرستی میآموزیم. کنار مادر خود مکتب اولین حیات ماست. مادر میخواهد که طفلش به وایا رسیده مددگار دوران پیری گردد. آب و روی اهل دل خاک پای مادر است. هرچی دارد این جماعت از دعای مادر است. آنچه در وصف بهشت فرمود قرآن کریم، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. مادر به مثل زمینی است و محبت او برای ما فرزندان بیکنار است. آنجا که توی مادر آنجای گلستان است، آنجا که تو نباشی یک منزل ویران است. مادر فرزند است،
سیمای این شخصیت متکرر در ادبیات معلوماتی خاص دارد. قسم به شیر مادر، قسم به نام مادر، دو جهان کی را ندارد به یک احترام مادر. نگرم به مرغ خورشید به نماز شام مادر، چو فرشته منشد به کنار بام مادر. غم دل دهد عذابش بپرد ز دیده خوابش، به نظر ندارد آخر شب بردوام. در آتش نمشو خام نماندم و نارسیده بود در جان نماندم و نصر نماندم و طفلی و دامان مادر خوش بیشتی بوده چون به پای خود روان گشتن سرگردان شد. مادر از همه شخصی معتبر است. مهر او خورشید را میماند که به دشت و بیابان صحرای و مرغزار را گلستان میکند. اگر از خشت طلا قصر سازی وگر از سنگ خارا شهر سازی، نیابی در جهان یک ذره فیضی اگر مادر نر باشد از تو راضی. مادر به مانند چشمه حیات انسان در روی زمین به مادر وابسته است. ای مادر مهربان دلبند، من از تو هزار بار خرسند. هست آتش مهر بحر فرزند اندر دل هر کدام مادر. مادر چیز به مایه میرساند شب تا روز تا بیگاه در سر گواره نشسته فرزند را نوازش میکند. ایا مادر به قربانی تو میره چو مهری مهری پیوانی تو میره. جهان پر مکروه دستان است بگذار که من بالای دستانی تو میرم. خوشروز مادرم دلسوز مادرم گنج خورشیدی خاورم. هر فرزندی که قدر مادر را داند به دعایش خوشبخت و شکرگزار میگردد. دیدار میکنم صد جان فدایی دیدار میکنم. جانم مثال وقتی شخصین درایش سر و به پای این گلی بخار میکنم. میگفتم آه مادر به افتخارم و آن چشمان ابروی بزرگم نمیخوام که اگر او را درون خانه دارم. احمد با زبانی روسی بچو یکمی ماه مرد کدام فصل وارد شد؟ بهار. امروز ما یکم روزی بهار رو قید میکنیم. مرحمت بچو موضوع مادر فرشته بود. موضوع رو در دفتر رو قید میکنیم. همه نوشته شد. کسی درست صحنه‌چه در وصف بزرگی زن مادر. اینک یک صحنه‌چه رو از روایت درباره مادر تماشا میکنیم. فرشته برای اجرای امر از آسمان به جستجوی چنین بنده به خاک فرود می آید. شب بود. فرشته آمد و دید اهل بشر همه خواب است بجز زنی که در سر گوهره برای جگربندش ترانه شیرین می خواند. خدایا نفری سبزآوری بهشت را یافتم و یک مادر با طفلش از او تنها نمیرود. از جانب خداوند مهربان باز امر شد که رفته هر دو را بیا بهشت من. به خاطر صداقت مادر من بهشت را برای تمام فرزندان او وسیع نمودم. من این بهشت نازنین را به مادر و فرزندان عزیزش بخشیدم.
از خدا نگاه آمد که هر دوی تو را به بهشت برم. خیر همراه من رویم. اکنون من با شما میروم چونکه با طفلم هستم. یک قرض بانوی بچه. شما صحنه رو تماشا کردید و معین نمایید که در اینجا صحنه تماشا کردهتون به چی خلاصه آمدید؟ بزرگی مادر. با بزرگی که قایل شدید؟ مادر. دیدید که مادر به طفلش حتی بهشت از بهشت هم برگشت، چون که او طفلش را با خود می‌برد. وقتی که مادر مهر و محبتش که نسبت طفلش زیاد بود، او به فرشته جواب داد که من به طفلم نمیروم. از این سبب خداوند مهربان مادر را با طفلش به بهشت جای کرد. مادر یک جای یک سخن یک شعر می‌خوانیم بچه‌ها. خاکی پایش سرمه چشمی سر است، هر ریزایش جنت بهشیدن است. ولی او مطلوبی کیست کیست؟ مادر است او، مادر است او، مادر است. آفرین. یک رقص در اجرای دختران سیمی. عشقم امیدم ای مادر جان مادرم، قلبم صدایم نوایم توی ای مادر جان مادرم. عشقم امیدم حیاتم توی ای مادر جان مادرم. یک قرض برای دختر رو زای ما به پایان می‌یابد. پیش از انجام درس بود دیگر برمیگردیم به مقصد درسی امروزه. در مقصد درس امروزه ما احترام مادران را به جا آورد. پند و اندرس‌ها در ستایش مادر از یاد دارند. به قدر زن مادر برسند. در وصف مادر شعرها قرائت کرده توانند. که هر یک شما در وصف مادر و شعرها قرائت نمودید و دیدید در صحنه که بزرگی زن مادر را. اینک به همه شما سپارش در خانه در دفترها قاید مادر زن جمله ها می نویسیم و شعرها نوشته رسم مادر را تصویر کرده میاریم. در انجام به تصویر یک بار به واگذاری میکنیم. این رسم ها را خوانندگان صنف نیز تصویر نمودند. به آنهایی که رسم ها را تصویر نمودند بهای اعلا. اینک ارزیابی گروه ها ارزیابی میکند به گروه دویم گروه یکم. برآمد گروه دویم چگونه بود؟ گروه یکم ارزیابی میکنید نه بهاش 5 با گروه یکم ارزیابی میکند گروه پنجم نه درست نقض دادن رحمت. با گروه دویم ارزیابی میکند گروه سیم چگونه و جواب دادم درس امروز گروه دویم به گذاری کنید. آفرین. و گروه سیم ارزیابی میکند گروه چهارم. آفرین.
شما نمیدید شما رو بود نفس و همه شما در درس و اول اشتراک نمودید نه در همه جا درس به آخر میرسد وظیفه خونگیشون در دوسکه آویزون میکردن همین کوری ممود رسمایی که در خونه سپرش داده شده بود بخشیده به ارتش ملی همین کارو موند انجام داد همه طرف خوانندگان پیش از همه با تیاری پخته آمده بودند. طرز سخنرانی خوانندگان خیلی صحنه‌چو خیلی هممون شویدیم که صحنه‌چو و لحظه مثال سرود ترانه و شعرها همش همین معلومه ده یک مصلحت دادن بود. خوب میشید که صفت‌های مادر اگر با خوبتر میشید. خیلی بچه ها براق شو شعرها را خواندن ترانه ها خواندن در وصف مادر بزرگی مادر را گفتن میگیم که شما هم شوید هستیم یک چند پورا معلومه در درس دادم خوانندگان تیاری نهزیده دیدن هم موضوع درس نبایده که خیلی کرده شدن موضوع نباشد کاری گروهی زنده شد موفقی درس‌های تربیوی یک چند نمودی کار بودیم هم صحنه‌چو و هم دیگر چیز جور شد که بعد آهنگ‌ها موفقی همون چیزایی که زنده موفق به موضوع آهنگ‌ها جور کرده گفتگی شدن که بسیار به درس یک روش خوب می‌دادن می‌بینیم که باز معلومه بیشتر دوام می‌کنه کارشان و دیگر آموزگاران جوان آموزونند تکلیف کنند در صورت آموزونند که دیگر معلومه هم چیزایی بگیرن من مریم عمری درازی با برکت امروز روزی اول بهار است من میخوام که همین بهار فقط صحت و سلامت باشی چی نیت و آرزوهایی که داری خداوند به همه نیت‌های نیک برسی و در احترام پدر و مادر در احترام شاگردا باشی دائم صحت سلامت باشی برای هر یک ما مقدس است برای هر یک ما عزیز است من محض خواستم که در یکم روزی بهار من همین درس مگذرم همه مادران در سیمای همین درسم تبریک بگم مادرای همه شما رو شما بیان کردم همه قسمت‌های درس همین را گفتنیم که معلومه همه مضمون درس هم وقت با اینو گفتن هم مضمون و مقصدان وقت استفاده بودن سلام استفاده بودن اهمیتشون و توجه چیزی ما این ادور نداریم فقط ترسوی معلومه و معلومه کنم شیعه سنفوی اوضاع سنفوی برویران و سنفوی کلیدن درسوی تربیت شدن این که راست میگم پوستش دیگه همین فرقی که شما گذرانده هستین در سنفوی کلیدی در سنفوی بروی نیست این تیپی نقشه چوبی که بقیهش دیگه تصفیش دیگه در اساس نقشه چوبی روزمره بهتر همین موضوع هست شما در عمل که همین یک از بانک‌های همون نقشه چوبی شما بگیم ایشو کردید شما می‌تونید که اما سیمپل بروگرام کاری کنید همین تابلو رو آموزش کنید همین رو خاطر می‌تونید باور کنید آموزش کنید خیلی می‌تونید همه آموزش سیمپل چیزی سیمپل چیزی زمانش رو بیشتر شوش و حرکت بیشتر یارو که بهش می‌رسون ما در خیلی جاشیم روزی مدت کردیم از فرصت موسیقی استفاده و همه مداران که همه مداران معاصر زمان معاصر برون معاصر روزی از دست می‌برد میگم
شما تمام صحت و خانه‌تون بزرگ شده و سلامتی دارید. نه، از یه نمک کارمون، این